سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 12 دکامبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. در گذشت حسین اسدالله‌زاده دادر عروس پرزیدنت امامعلی رحمان در ایران، رئیس نویه جلالالدین بلخی را به خاک سپاریدند. اخراج منوچهر فقیروف از روسیه بعد ادای 7 سال حکم زندان. گلبدین حکمتیار گفت عاملان سوءقصد به او دو شهروند تاجیکستان بودند. امریکا دیگر مانع حمله های اوکراین به قلمرو روسیه نمی شود. خبرنگار SSSR بهادر اوروقوف در سن 42 به زندگی پدرود گفت. عضو سابق تیم ملی فوتبال ایران به قتل محکوم شد. و اکنون تفصیلات خبرها. حسین اسدالله‌زاده دادر عروس پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و برادر دوگانه که رئیس آریان بانک حسن اسدالله‌زاده شب دوم به 11 دکامبر سال 2022 در سن 54 در ایران درگذشت. منابع رادیوی آزادی خبر دادند که جسد دادر عروس پرزیدنت را شب یکشنبه یا فردای دوشنبه 12 دکامبر از ایران به تاجیکستان انتقال میدهند. به گفته همصحبتان رادیوی آزادی، حسین اسدالله‌زاده از بیماری قلب رنج میکشید و 2 هفته پیش او را برای طبابت به ایران برده بودند. در زادگاه جماعت چپای نویه جلالالدین بلخی به مراسم خاکسپاریش آمادگی میگیرند. او زیر دستگاه نفسدهی بوده است و شب گذشته در تهران جان داده است، گفت یک همصحبت آگاه رادیوی آزادی. حسین یکی از برادران دوگانه که عزیزما اسدالله‌زاده همسر امامعلی رحمان است. از این برادران دوگانه بیشتر حسن اسدالله‌زاده رئیس آریان بانک معروف است. یگانه شرکت هواپیمایی تاجیکستان سامان ایر و باز دهها کارخانه های خرد و بزرگ دیگر را به حسن اسدالله‌زاده نسبت می‌دهند و او را یکی از ثروتمندترین افراد در جمهوری نام میبرند. حسین اسدالله‌زاده به فرق از برادر دوگانگش در محضر عام اصلا ظاهر نمیشد و حتی به پایتخت نکوچید و این همه سال در زادگاهش جماعت چپایف به سر میبرد. بنا به اطلاع آزادی، حسین اسدالله‌زاده رئیس شرکت نفترسان در شهر لیوکند سربند سابق بوده است. این شرکت اساساً به فروش محصولات نفتی در ولایت ختلان مشغول می باشد. درباره زندگی و فعالیت حسین اسدالله‌زاده در دست ما معلوماتی خیلی کم موجود است. عبیدالله فیض‌الله رئیس نویه جلالالدین بلخی روز 2 دکامبر سال 2022 در نویه کوشانیان ولایت ختلان به خاک سپاریده شد. بنا به اطلاع دریافتی، عبیدالله فیض‌الله که 59 سال داشت و از سال 2015 اینک 7 سال باز بر نویه جلالالدین بلخی ولایت ختلان رهبری میکرد، چند روز اخیر از یک بیماری مانند به زکام و ورمی شش و سرفه زیاد شکایت میکرد. او روز 9 دکامبر در حالی که او را برای ادامه طبابت به شهر دوشنبه میبردند در راه جان داده است. عبیدالله فیض‌الله برادر اسمت‌الله عبدالله‌زاده مدیر فرودگاه دوشنبه و از خویشاوندان و افراد نزدیک به حسن اسدالله‌زاده رئیس آریان بانک و دادر عروس پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان بود. عبیدالله فیض‌الله به فرق از منصبداران دیگر همیشه برای خبرنگاران باز بود و به سوالهای آنها بدون حواله کردن به زیر دستانش مستقیما خودش پاسخ میداد. عبیدالله فیض‌الله سال 1963 به دنیا آمده است. او سال 2015 با فرمان پرزیدنت رئیس نویه جلالالدین بلخی تعیین شد. از آن پیش مرحوم رهبری نویه خراسان یکی دیگر از نویه های بزرگ ولایت ختلان را بر عهده داشت. خبر مرگ رئیس نویه بلخی از بیماری مانند به زکام در حالی است که حالا در تاجیکستان اوج موسم گرفتاری به این بیماری مشاهده می شود. ساکنان می گویند این نوع زکام خیلی به سختی پس سر می شود. گلبدین حکمتیار سیاستمدار ضد و نقیض افغان روز 9 دکامبر در موعظه‌اش در نماز جمعه در یکی از مسجدهای کابل گفت عاملان سوءقصد روز 2 دکامبر به او 2 شهروند تاجیکستان بودند. جنگیان حرکت تندرو طالبان بعد تصرف دوباره قدرت در افغانستان در سال 2021 امامتی یک مسجد کابل را به حکمتیار سپاریدند و او هر روز جمعه از این منبر مسجد درباره مسائل مختلف اظهار نظر میکند. تحقیقات ابتدایی نشان میدهد که هر دو تروریست تاجیکستانی‌اند، افغان نیستند. گروه تروریستی نتوانسته است که کسی را از میان افغان‌ها آماده کند. باید معلوم شود که چرا تاجیکستانی‌اند، چرا نه افغان. بیرق سیاه داعش از دست انکار و محافظ تروریست انتحاری به دست آمد
گفته است حکمتیار در مویزش. این در حالی است که تا کنون یگان گروه مسئولیت حمله مرگ طلبانه روز 2 دکامبر به دفتر حزب اسلامی افغانستان سازمان سیاسی حکمتیار و طرفداران او را به دوش نگرفته است. مقامات تاجیکستان تا کنون ادعای حکمتیار درباره تاجیکستانی بودن عاملان سوءقصد به جان این سیاستمدار جنجال برانگیز را شرح ندادند. روز 2 دکامبر سال 2022 در کابل پایتخت افغانستان هنگام نماز جمعه به جان گلبدین حکمتیار سوءقصد مسلحانه صورت گرفته است. حکمتیار 75 ساله بعد از حمله انتحاری به جانش در یک پیام ویدیویی گفت که حمله کنندگان لباس زنانه، چادر و برقع در تن داشتند. گفته میشد 2 حملهگر مرگ طلب وارد محل اقامت او شدند و خواستند بمب‌های خودساخت را که در بدن آنها نصب شده بود بترکانند. حکمتیار گفته است قبل از رسیدن به هدف این 2 حملهگر مرگ طلب از سوی محافظان او کشته شدند و در نتیجه درگیری 1 تن از یاران حکمتیار هم کشته شده و 2 تن دیگر زخمی شدند. در این حمله به خود حکمتیار آسیبی نرسیده است. گلبدین حکمتیار یکی از سیاستمداران جنجال برانگیز افغانستان است که در سالهای 80 و 90 از فرماندهان صحرایی مجاهدین افغان و اساسگزار حزب اسلامی افغانستان بود. او از سوی بسیاری از افغانها و نهادهای مدافع حقوق بشر به نقض حقوق انسان در سالهای 90 عیبدار می شود. گلبدین حکمتیار بعد تصرف افغانستان از سوی طالبان در میانه سالهای 90 ترک کشور کرد و سالهای زیادی باعث بندی نیمه آزاد در ایران قرار داشت و تنها سال 2017 توانست به افغانستان برگردد. طالبان بعد تصرف دوباره کابل در ماه آگوست سال 2021 حکمتیار را امام یکی از مسجدهای پایتخت افغانستان تعیین کردند. او هر سر چند وقت از منبر این مسجد از جمله در مورد حکومت تاجیکستان سخنرانی‌های بحث برانگیز می‌کند. روز 12 دکامبر سال 2022 شهروند تاجیکستان منوچهر فقیروف را از روسیه به تاجیکستان اخراج کردند. فقیروف سال 2015 در روسیه با جرم تبلیغ و پشتیبانی تروریسم به 7 سال زندان محکوم شده. ماه اکتبر سال جاری بلافاصله بعد آزاد شدنش از محبس 2 ماه باز در بازداشتگاه مهاجران ولایت اومسک در انتظار اخراج قرار داشت. ایرینا والک سخنگوی وزارت کارهای داخلی روسیه گفت مقامات روسیه بود و باش بعدی منوچهر فقیروف را در این کشور نامقبول دانسته روز 12 دکامبر به دستانش با زغلوله بسته به فرودگاه اومسک آورده به هواپیمای راهی تاجیکستان سوارش کردند. بنا به اطلاع ایرینا والک فقیروف را در تاجیکستان با زغلوله و حبس منتظر است چون که او از جانب مقامات امنیتی تاجیکستان نیز با اتهام فعالیت‌های افراطی جستجو می‌شد. خود فقیروف برای شرح قضیه دسترس نیست. ایرینا والک روز 12 دکامبر خبر داد که امروز از روسیه شهروند تاجیکستان منوچهر فقیروف را اخراج کردند. او از جانب تاجیکستان با اتهام دست داشتن در جنایت‌های افراطی تحت جستجوی بین‌المللی گذاشته شده است. بنا به فرضیه مقامات روسیه این جوان تاجیک سال 2012 به روسیه همچون مهاجر کاری آمده در شهر مسکو کار و زندگی میکرد. به گفته مقامات منوچهر فقیروف در مسکو توسط شبکه‌های اجتماعی یک گروه مسلح غیر قانونی را در قلمرو عراق و سوریه می‌جنگند تبلیغ میکرد و به جلب اعضای نو به صف این سازمان تروریستی مشغول بود. در سالهای اخیر صدها مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی در روسیه با اتهامات مربوط به تروریسم و اکستریمیسم دستگیر و محکوم به زندان شدند. سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان روز 2 دکامبر برای بار سیوم رئیس حزب دموکراتی انتخاب شد و از ماه دکامبر سال 2012 به این طرف رسما ریاست حزب را بر دوش دارد. انتخاب عثمانزاده در انجمن 17 این حزب در بنای کاخ افسران دوشنبه صورت گرفت. در برابر او چند وکیل نامزده یولدورزاده جبار رئیس دفتر حزب در ولایت سغد را پیشنهاد کرده بودند. از 74 وکیل 70 نفر به طرفداری عثمانزاده آواز دادند. به یگانه رقیب او جبار یولدورزاده همگی 4 نفر رأی دادند. به این ترتیب سید جعفر عثمانزاده که 10 سال اخیر رئیسی حزب را بر دوش داشت بدون رقیبان زیاد و بحث‌های جدی برای 5 سال دیگر رهبر انتخاب شد. هرچند حزب او را مثل دیگر حزب‌های سیاسی تاجیکستان برای خاموشی در برابر مشکلات جامعه انتخاب می‌کنند، خود او میگوید پیشرفت‌های حکومت را اعتراف و دستگیری می‌کند، ولی از کمبودی‌ها نیز میگوییم. حزب دموکراتی تاجیکستان در ابتدای دستیابی به استقلال از اصحاب مخالف به حساب می‌رفت. حالا با وجود انتقاد از کار بعضی وزارت‌ها در کل
از سیاست حکومت تاجیکستان پشتیبانی میکند. در دایره‌های کارشناسی نیز یکی از حزب‌های به قول گپدرا و یا کیسکی دانسته می شود. سید جعفر عثمانزاده در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 نیز همچون نامزد اشتراک کرد. به اطلاع کمیسیون مرکز انتخابات آواز کمتر به دست آورده بود. برخی از تحلیلگران گفته بودند پیشنهاد نامزدی او و دیگران به خاطر پررقابت نشان دادن انتخابات در تاجیکستان بود، ولی خود او چنین ادعا را بی اساس می‌داند. وی بار اول ماه ینور سال 2007 رهبر حزب دموکرات شد، اما آن وقت وزارت عدلیه تاجیکستان اعترافش نکرد. بعدا سال 2012 با دعوت انجمن نو رسما ریاست حزب را به عهده گرفت. در گذشته رهبری این حزب را که تاریخ بیش از 30 ساله دارد افراد شناخته بر دوش داشتند. طبق اطلاع رسمی حالا حزب دموکرات بیشتر از 80,000 اعضا دارد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. روز 6 دکبر سال 2022 بر اثر سوختار در یک خانه بام و دیوارش چوبین در ناحیه بگوای ولایت رستوف روسیه دو کودک خردسال یک عائله مهاجر تاجیک، دخترچه 2 ساله و پسرچه 5 ساله جان باختند. بنا به اطلاع نشریه محلی داندی، در آن روز نحس پدر و مادر این دو کودک غورمرگ که پدرشان 33 سال و مادرشان 27 سال داشتند، کودکان خود را در خانه تنها گذاشته برای درست کردن حاجت‌هایشان به مرکز مهاجران رفتند. آنها تازه از تاجیکستان آمده این خانه چوبین را در کوچه دنسکای به اجاره گرفته بودند و خود را در اداره مهاجرت ثبت نام کرده اکنون از پی گرفتن پتنت و جستجوی کار بودند. نیمه دوم روز 6 دکبر تقریبا ساعت 16 خانه آنها ناگهان در گرفته است. کودکان عاجز که در خانه تنها مانده بودند در آتش نابود شدند. بنا به اطلاع اداره MCS ولایت رستوف، سوختار ابتدا در یک اجرا در خانه رقم 8 در کوچه دنسکای به عمل آمده در بین چندین دقیقه تمام بنا را فرا گرفته است. همسایه ها علنگه دود و آتش را دیده به اداره سوختار نشانی خبر دادند. به جای حادثه 24 سوختار نشان را با 10 ماشین فرستادند. تا آمدن آنها این خانه الکی پره به کام آتش رفته، بام و دیوارش چپه شده بود و آتش الکی به آشخانه گذشته بود. در رابطه با این حادثه با اتهام از بی احتیاطی به هلاکت رسانیدن 2 نفر پرونده جنایتی گشودند. به پدر و مادر غمزده بر اساس قسم 3 ماده 109 کودکس جنایتی روسیه تا 4 سال زندان تهدید میکند. تنها در 2 هفته جاری در روسیه دست کم 4 طفل تاجیک جان باختند. از این پیش درباره از بیماری زکام ففتیدن 2 طفل تاجیک در شهر سنت پتربورگ گزارش شده بود. دادگاه نویه سویت شهر رستوف لبدان روسیه روز 9 دکبر سال 2022 سامویل توماسیان صاحب دکان شاورما فروشی در فروشگاه واقع در محله لونتوفکا را برای ترکش پرقربانی در دکانش که باعث مرگ 3 نفر 2 آشپز تاجیک اسکندر دوران و شورت سلیمانوف و یک مشتری روس شد به 7 سال زندان محکوم کرد. شهروند ارمنستان سامویل توماسیان باید همچنین به دولت 450,000 روبل و به نزدیکان میخائیل بولانوف یکی از قربانیان آن ترکش 1 میلیون روبل و با یک نفر دیگر آسیب دیده 100,000 روبل تاوان میسپرد. اما نزدیکان آشپزهای تاجیک هلاک شده از دعوا با طلب تاوان دست کشیدند و گفتند که نزدیکان توماسیان الکی به آنها تاوان پرداخت کردند. سامویل توماسیان بر اساس 2 ماده کدکس جنایتی روسیه ماده 143 و ماده 238 در ویران کردن قاعده های بیخطری در جای کار و رساندن خدمت رسانی هایی که جوابگوی میل‌های بیخطری نیست و از بی‌احتیاطی باعث مرگ انسان شده است گناهگار شناخته شد. نزدیکان 2 آشپز تاجیک با صاحب دکان بحث دادگاهی نکردند و با گرفتن مبلغ انتقال جنازه های آنها به تاجیکستان و دیگر خراجات گور و چوب اکتفا کردند. ولی نزدیکان میخائیل بولانوف به جزا دادن سامویل توماسیان پایفشاری کردند. حالا هم با وجود قرار دادگاه که توماسیان را به 7 سال زندان و پرداخت 1 میلیون روبل تاوان به نزدیکان بولانوف موظف کرد، آنها میگویند از این قرار قناعتمند نیستند. به عقیده نزدیکان بولانوف باید پسر سامویل توماسیان هم به جوابگری کشانیده میشد که او امور آن دکان شاورما فروشی را در دست داشت، نه فقط پدر سالخورده او. هر سال بیش از 1 میلیون از اهالی قابل کار تاجیکستان برای مهاجرت کاری به خارج و اساساً به روسیه میروند
و هر سال تنها در روسیه تا 1000 نفر از مهاجران تاجیک به علتهای گوناگون به زندگی پدرود میگویند. فلاکت‌ها در جای کار و جای زیست یکی از سبب‌های عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه به شمار می‌رود. بهادر اوروقوف، خبرنگار نشریه SSSR، در وایده وخش روز 11 دکمبر سال 2022 در سن 42 از عالم چشم پوشید. بهادر اوروقوف چند هفته آخر در بیمارستان تحت طبابت قرار داشت. بنا به اطلاع دریافتی او از بیماری جگر رنج میکشید. به گفته دوستانش بهادر اوروقوف روز 11 دکمبر در بیمارستان قره‌بالا درگذشت. او از ماه نوامبر در اینجا تحت طبابت قرار داشت. از بهادر اوروقوف 6 فرزند خردسال یتیم ماند. سیاف مزروب، مؤسس SSSR، خبر درگذشت بهادر اوروقوف را باور نکردنی نامید و نوشت: دیروز خبرش گرفتیم، گفت شیف پگاه خانه میروم. چه دانیم که بهادر خانه گفته خانه اخرتش را در نظر داشت. دیدار به قیامت. خود بهادر اوروقوف 2 هفته پیش از مرگش در یکی از آخرین مطلب‌های در صحیفه‌اش در فیسبوک گذاشته خود زندگی رو به بومرانگ شباهت داده نوشته بود: بومرانگ تا سن 40 ما بدن خود را عذاب میدهیم، بعد سن 40 بدنمان ما را عذاب میدهد. بهادر اوروقوف 21 سپتامبر سال 1980 به دنیا آمده. رشته فیلولوژی دانشگاه شهر باختر به نام ناصر خسرو را ختم کرده بود. او باعث خبرنگار منطقوی هفته‌نامه SSSR در وادی وخش کار میکرد و همچنین در شبکه یوتیوب کانال خود را داشت. کانال او 21000 آبونچی دارد و برخی ویدیوهایش تا چند صد هزار تماشابین جمع آورد. روزنامه معتبر امریکایی The Times با تکیه به منابع خود در پنتاگون خبر می‌دهد که ایالات متحده آمریکا دیگر اوکراین را از ضربه زدن به خاک روسیه باز نمی‌دارد. منبع این نشریه گفته است این تصمیم پس از آن گرفته شد که پوتین به طور پیوسته در فصل سرما زیرساختارهای انرژتیکی و پایگاه‌های گاز و آب تامین کنی شهرهای اوکراین را موشکباران و کارناشویم کرد. گفته شده است دیگر آمریکا پروای آن را ندارد که با یراق فرستاده آنها اوکراین به خاک روسیه شلیک میکند و یا نه. این هم صحبت The Times از وزارت مدافع آمریکا گفته است ما به اوکراینی ها گفتن نمیتوانیم که از یراق‌های فرستاده ما به طرف روس‌ها به قریم و یا روسیه پرونید و یا نپرونید. چه کاری که میکنند این کار آنها است و ما برای آنها دخالت کردن هم نمیتوانیم. تنها شرط ما پیش از فرستادن همه گونه یراق به اوکراین این است که نظامی‌های اوکراین باید قانون‌های بین‌المللی جنگ و مخصوصا پیمان ژنو را رعایت کنند. این معنای آن را دارد که نظامی‌های اوکراین نمیتوانند به ضد اهالی آسایشته و شخصان غیر نظامی حمله انجام دهند و این شرط را همیشه جانب اوکراین رعایت می‌کند. یادآور می‌شویم که تا کنون آمریکا اوکراین را اثر نوی حمله و ضربه‌زنی به قلمرو روسیه نگاه می‌داشت تا که آتش جنگ علنگی بیشتر نگیرد و بارها درخواست اوکراین برای فرستادن موشک‌ها و درون‌های دورپرواز رد کرده بود. حتی آمریکا طول پروازهای شبکه‌های موشکی هیمارس را که می‌توانند تا 500 کیلومتر شلیک کنند پیش از فرستادن به اوکراین تنها بعد 80 کیلومتر رسانیده بود که نیروهای مسلح اوکراین به نیم جزیره از طرف روسیه غصب شده کریم و قلمرو بی‌واسطه روسیه ضربه نزنند و خشم پوتین را نآورند تا که علنگه جنگ بلندتر نشود. روسیه نیز در نوبت خود بارها تاکید کرده بود که در حالت حمله به قلمروش آماده است پاسخی سنگین بدهد. در عین زمان نگرانی در حال افزایش است که میتواند پای کشورهای غرب به جنگ اوکراین فراتر برود. دبیر کل پیمان حربی ناتو به جنگ روسیه با ناتو پیچیدن جنگ اوکراین را امکان پذیر نامیده است. او در مصاحبه خود با یک رسانه نروژی گفته است که از ادامه این جنگ در اوکراین همه چیز را امیدوار شدن ممکن است اگر رفت و کار به جای رسید که پای ناتو به آن کشانیده شد. این یگان جای خوف و ترس ندارد. روز 9 دکمبر سال 2022 بخش روسی BBC و نشریه روسی مدوزا در یک تحقیقات دست جمعانه و با کمک خویش و تبار کشته شدگان جنگ خبر داد که از جانب روسیه در جنگ اوکراین الکی بیش از 10,000 عسکر و افسر کشته شدند. مرکز تحلیلی قواهای بحری آمریکا نوشته است که از اول جنگ اوکراین و روسیه با شمول زخمی ها و گم شدگان 90,000 نیروی خود را از دست داده.
دادگاه ایران بازیگر سابق تیم ملی جوانان ایران امیر نصری آزادانی را با جرم اشتراک در اعتراضها ضد نظام جمهوری اسلامی و دست داشتن در قتل سرهنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اسماعیل چراغی و 2 عضو سازمان این نیمه نظامی طرفداران جمهوری اسلامی بسیج به قتل محکوم کرد. سرهنگ چراغی و 2 عضو بسیج محمد حسین کریمی و محسن حمیدی روز 7 نوامبر سال 2022 در جریان موج اعتراضات ضد نظام جمهوری اسلامی کشته شدند. این اعتراضها ایران را بعد مرگ مرموز دختر جوان با نام مهسا امینی بعد بازداشتش از سوی پلیس اخلاق برای بدحجابی فرا گرفته است. روز 20 نوامبر تلویزیون دولتی ایران ویدیوی بازداشت 4 نفر متهم به قتل این 3 نماینده نظامی را نشر کرد. در گزارش نام بازداشت شدگان آورده نشد، ولی بعدا در شبکه‌های اجتماعی نام‌های آنها را نشر کردند. یکی از دستگیر شدگان در این پرونده پر سر و صدا امیر نصری آزادانی بود. مقامات ایران در ظرف نه کمتر از 1 ماه تفتیش مرافعه این پرونده را انجام داده و این ورزشگر جوان را به قتل محکوم کردند. به حمایت از این فوتبالباز 26 ساله شماره زیادی از فوتبالبازان ایرانی از جمله سابقه‌داران سرشناس چون علی کریمی و مهدی مهدویکیو صدا بلند کرده خواستار لغو حکم قتل او شدند. دروازه‌بان تیم ملی ایران علیرضا بیرانوند نیز بدون بردن نام نصری آزادانی ضد صدور حکم قتل صدا بلند کرد، ولی روز 12 دکامبر صحیفه او با بیش از 4 میلیون آبونچی در شبکه اجتماعی به طور مرموز بسته شد. اعتراضها در ایران ماه سپتامبر سال 2022 در پی مرگ مهسا امینی، یک دختر 22 ساله کرد آغاز یافت و اینک 3 ماه باز ادامه دارد. مهسا امینی در تهران از سوی پلیس اخلاق برای درست رعایت نکردن مقررات مربوط به طرز پوشیدن حجاب دستگیر شده در بازداشت جان داد. شاهدان میگویند که او قربان عذاب و عقوبت از جانب مقامات شد. بنا به معلومات خبرگزاری ایرانی تا 4 دکامبر در جریان سرکوب اعتراضها در سراسر ایران دست کم 471 نفر از جمله 64 نابالغ به هلاکت رسیده بیش از 18,000 نفر بازداشت شدند. روز 8 دکامبر با قرار دادگاه حکم قتل محسن شکری 23 ساله اجرا کرده شد. او نخستین نفر از اشتراک کنندگان اعتراضها است که حکم قتلش به اجرا رسید. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. نیمه دوم روز 11 دکامبر سال 2022 تقریبا ساعت 15:16 در موضع دیولاخ در کنار دهه سجد جماعت سجد نویه روشقلعه ولایت مختار کوهستان بدخشان یک گله گرگان برمه چاروای خرده که در یک چراگاه کوهی در کنار سجد میچرید حمله کرده است. در نتیجه جانوران وحشی 28 تر چاروای خرد را درانده نابود کردند. در این باره روز 12 دکامبر کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد در گذشته نیز به ویژه در مناطق‌های کوهستان تاجیکستان موردهای حمله گرگان به چاروا زیاد رخ داده است، ولی امسال این بار اول است که درباره حمله گرگان خبر رسید. این نوع جانوران وحشی و همین طور خرس و ببرها اساساً در جستجوی غذا به محل سکونت انسان‌ها نزدیک می‌آیند و معمولاً به چاروای خرد حمله می‌کنند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان درباره یک صدمه مرگاور در راه عینی مشچای کوهی خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد صبح 9 دکامبر سال 2022 تقریبا ساعت 9:30 به قسم نوبتداری کمیته حالتهای فوق‌العاده درباره یک صدمه نقلیاتی در قلمرو ناحیه عینی ولایت سوخت خبر رسید. بر اساس این خبر در کیلومتر 41 راه ماشینگرد عینی مشچای کوهی ماشین سبکرو تمغه موسی که از جانب یک ساکن 41 ساله ناحیه عینی اداره میشد هنگام حرکت از دهه شمتوچ ناحیه عینی به سمت ناحیه مشچای کوهی با سبب‌های نامعلوم به جری عمقش 50 متر فرو رفته است. در نتیجه مسافر 74 ساله ماشین بر اثر جراحت‌های رسیده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. راننده و 2 مسافر دیگر با جراحت‌های گوناگون به بیمارخانه نویوی انتقال داده شدند. در رابطه با این حادثه ناخوش کمیته حالتهای فوق‌العاده به رانندگان مراجعت می‌کند و یادآور می‌شود که به خاطر تامین امنیت خود و همراهانشان قاعده‌های حرکت در راه‌ها را جداً رعایت کنند. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا 2 مرد 25 و 28 ساله ساکنان شهر دوشنبه
همچون گمانبر در معاملات غیر قانونی مواد پیراتکنیکی دستگیر شدند. هنگام گفتگو شخصی از نامبردگان 211680 عدد موادهای پیراتکنیکی دریافت و گرفته شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه شاه منصور با عریضه مرد 32 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که تخمینا ساعت‌های 02:30 شخصان نامعلوم با روی پنهانی وارد دکان زرگریش واقع در کوچه رودکی پایتخت گردیده از آنجا جواهرات گوناگون نقرگی و طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 141,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، مرد 30 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.